خدمت همکاران عزیز، کنفرانس خبری بعد از بازی داماش و چادرمری در خدمت آقای اخباری هستیم. آقای اخباری بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض خستانه باشید دارم به شما همه زحمتکشان عرصه رسانه. خیلی خوشحالم که توی شهر رشت استان گیلان هستم و از اعماق وجودم آرزو میکنم که شهر رشت در لیگ برتر یه تیم داشته باشد. لیگ یک نه، شایسته این هستش این شهر، مردمان این شهر یه تیم توی لیگ برتر داشته باشه. با این هوادارهای پرشورشون، مردم خیلی خوب و فرهنگشون و واقعا شهر خیلی با کلاسه. در مورد بازی فکر میکنم که یه مقدار حساسیت‌های حضور تیم ما در رتبه‌های بالای جدول و تیم داماش توی پایین جدول باعث شده بود دو تا تیم با شرایط استرسی وارد زمین بشن. یه مقدار هم بعد از شروع بازی متوجه شدید دیگه کیفیت این زمین اصلا مناسب نیست. من گله دارم از برگزار کننده مسابقات. تو میدونید که اول نامه‌ای که به ما زدن برگزاری بازی توی ورزشگاه سردار جنگل بود. به فاصله 2 یا 3 روز، نمیدونم دقیقاً چند روز، به بازی نامه زدن که این بازی توی این زمین برگزار. من فکر کنم خود داماش بیشترین ضرر کننده باشه تو برای بازی کردن تو این زمین، چون بسیار تیم خوبیه داماش. علی نظر محمدی دوست قدیمی من، مربی که خودشون نشون داده تیمش فوتبال بازی میکنه، دنبال فوتبال کثیفی که خیلی از تیم‌ها هستن نیست. همیشه تیمایی که بوده تیمش فوتبال بازی کرده. فکر می‌کنم این زمین بازی رو تحت شعاع قرار داد. خب تیم ما هم همین جوریه، تیمی هستش که همیشه رو زمین بازی میکنه. ما این مشکل تو شهر خودمون هم داریم، ولی خب تو شهرهایی که چمن خوبی داشتن همیشه عمل کرده خب خیلی بهتری داشت. دیگه تلاش کردن دو تا تیم. فکر می‌کنم که دیگه خودتون بهتر از من همه چیز رو دیدید. باز یه تیر دروازه دیگه داشتیم. فکر می‌کنم این 13مین تیر دروازه‌ای بود که توی این 27 بازی ما زدیم. ما همینجور به تعداد تیر دروازه‌های خودمون اضافه می‌کنیم، بقیه تیم‌ها به تعداد پنالتی‌هایی که براشون می‌گیرن. در خدمت. من فکر کنم داور وسط یه کلاس متفاوتی از داوری رو اومد نشون داد. تو 3 دقیقه اول متوجه شدم. من خودم صداش زدم، گفتن هر خطایی از جانب ما می‌بینی بگیر. سلامت بازیکن‌ها مهمتر از بحث حالا یه نتیجه است. چون نه، من میخوام به بازی سرعت بدم، هر خطایی رو من نمیگیرم، چه از شما چه از اونا. ولی کمک اول ایشون که سمت ما بود اصلا هماهنگی نداشت با این قضیه. شما تو صحنه‌ای که منجر شد به 10 نفره کردن ما، حقیقتا این عین این خطایی تو وسط زمین بود، داور وسط چشم‌پوشی میکرد ولی کمک توجه به اون چیزی که من دیدم. و خب نزدیک 12 13 دقیقه 14 دقیقه آخر بازی ما 10 نفره بازی کردیم و شاید تو اون لحظات هم شانس آوردیم حتی گل نخوردیم. وقتی 10 نفره شدیم شما هم دیدید، بعد از 10 نفره شدن من نیومدم تیمو بیارم عقب، اجازه هم ندادم حتی یه لحظه توپ بخواد ساکن باشه، کسی خودشو بندازه تا بخواد این وقت تلف شه. حتی تو اون لحظه هم باز ریسک کردم که فوتبال بازی کنیم، این سرعت بدیم به بازی که اصلا 10 نفره هم حمله می‌کردیم. شما دیدید ما بعد از 10 نفره شدن اون موقعیت داشتیم، اونا هم یه موقعیت نیمه دوم داشتن، اما بعد از 10 نفره شدن ما بود که این اتفاق افتاد. به هر حال عادت کردیم به یه سری مسائل داوری، هرچی هم که بگیم. البته حالا امروز مثلا بحثش جدا. هفته گذشته من بعد از بازی انجام شدم اومدم اعتراض کردم تو کنفرانسمون که داور وسط ما که از لیگ برترم بود گول خورد تو صحنه‌ای که پنالتی گرفت علیه تیم ما، گول خورد. حالا آقایون ناراحت شدن که چرا اینو گفتی. خب بعد خودمون تو این برنامه فوتبالی که ما نشون داد دقیقاً ما درست گفتیم. فکر می‌کنم این آفاقانمون به جایی نمیرسه از یه سری مسائل. امروز خب اذیت شدیم این دقایق آخر با اون تصمیمی که کمک داور گرفت، اذیت شد. چون داور وسط گفت من نگرفتم، من به گفته کمکم گرفتم، ولی بهش گفتم همون خطا رو شما تو وسط زمین چندین بار هم برای تیم‌ها علیه تیم ما اتفاق افتاد، ولی گفتی این صحنه‌ها رو من خطا نمیگیرم. به هر حال تموم شده رفته. 7 هفته پیش رو داریم که فکر می‌کنم امیدوارم تیم ما هر چی داره بذاریم بچه‌هامون که برای صعود کردن خوشحالی دل مردم شهر اردکان استان یزد شهر یزد و آرزوی موفقیت دارم برای علی نظر محمدی در تیم خودش. در خدمت.
احمدی هستم از وارش اسپورت. تبریک میگم، تیم خوبی دارید و فراتر از اون باشگاه خیلی خوبی دارید. سوالی که از شما داشتم این بود که این درگیری‌های دروازه‌بانتون و بازیکن‌های ذخیره با توپ جمع کن، حالا اصحاب رسانه، اینا یه چیز برنامه‌ریزی شده بوده یا نه صرفاً موردی بوده که حالا پیش اومده؟ شما فکر نمی‌کنید که اصلا برنامه قرار بشه صورت بگیره؟ کدوم تیمی میاد برنامه‌ریزی کنه که با اصحاب رسانه درگیر بشه؟ تیمی که تو کورس صعود کردن دنبال اینه که ما دنبال این بودیم که توپو زودتر برسونه، متاسفانه اون کمک داور اون پسر توپ جمع کنه شیطنت کرد، توپو نداد، این مکس کرد. حالا یه لحظه هم بازیکن ما بلبلی اخراج شد، درگیر شد باشه، منجر شد به اخراج. کدوم تیم میاد برنامه‌ریزی کنه که با اصحاب رسانه درگیر بشه؟ خب من متوجه سوالتون نیستم حقیقتا. دوستا سوالی ندارید؟ اینقدر مشکلات و بدبختی داریم به برنامه‌ریزی واسه این یکی نمیشه. گفتید که شانس آوردیم گل نخوردیم و تیمتون هم خوب بازی کرد، توجه فرمودید، ولی از داور هم خوب تعریف می‌کنید هم بد. نه، داور وسط رو گفتم. کمک اول ایشونو گفتم که هماهنگ نبود با تفکرات داور وسط. من با تیم‌های دیگه هم، حالا با تیم داماش هم همین صحبت رو داریم. این همه حجمه، این همه کارت زرد، قرمز، درگیری. الان دوستمون شاید صحبتش همین باشه، با توپ جمع کن دیگه. من ندیدم کسی با توپ جمع کن اصلا درگیر بشه، اخراج بشه. بعد حالا من عکسایی رو دارم کنار زمین، همه بلند شده. آقا هیچ جای دنیا، هم تیم داماش هم تیم شما، یه چیزی خدمتتون بگم، هیچ اینطوری نیست. 18 تا تیم تو لیگ 1، 16 تا تیم تو لیگ برتره. من حاضرم سر این قضیه قسم بخورم، عین 34 تا تیمی که الان اصلا لیگ 2 اینا رو ولش کنید. بزرگترین تیم‌های ما در لیگ برتر، پرطرفدارترین تیم‌های ما در لیگ برتر، نیمکتایی که با مربیان خارجی و لالیگایی و نمیدونم چیزای دیگه است. این اتفاق از این اجتناب ناپذیر برای همه است و اصلا کاریش هم نمیشه کرد. من بابت اون حرکتی هم که بازیکنم اون بلبلی انجام داد از شما دوستان و همکاران اون عزیزی که اتفاق افتاد حتما عذرخواهی میکنم، ولی بدونید که شیطنت اون توپ جمع کنه شروع کرد. این توپو نداد، ولی بلبلی نباید این کارو میکرد. همین الانم هم تو رخکن درخواست جریمه‌شو دادم با توجه به حرکتی که داده بود. بلبلی برای ما تیم خیلی زحمت کشیده، اونم از سر دلسوزیشه، ولی نباید تو این سطح بازیکن تو این سطح یه همچین اشتباهی بکنه.